اومدیم به برنامه ماینکرافت. اومدیم که برنامه ماینکرافت نقطه جیب رو نصب کنیم و من که نصبش کردم اومدم آموزش بدم مود ماینکرافت رو و وارد بشم و چجوری ازش استفاده کنیم و این مود ماینکرافته که و بریم برای آموزشش. حالا بیایم اینجا اول اینو میاره براتون. اینجا 2948 رو میارم تایید رو زدم. حالا ببینیم چی میاره. که رو تایید کنید و بگیرید و اینا رو براتون میاره. وقتی که میخوایی حالا شما اسلحه چیز کنید، این اسلحه هست و نصب مود رو میزنید، در حال دانلود میشه و وقتی این پر شد میندازه شما رو توی بازی ماینکرافت. اول خیلی دلیم اله من دوست دارم فیلم رو تره ساعت سنه İkisi xarablamıram, bir seri yoxlamıram, qət olub. Qət olub? Yəni, xamış olanda qət olur da. Qalmıram. Heç mən də qatlamar Yox, deyil. Qat دیگه. روش نصب شد، شروع ماینکرافت رو میزنید. تو ماینکرافت وقتی اومدید تو ماینکرافت این رو میزنید و وقتی اونو زدید اینو میزنید و صبر میکنید تا بیاد. این یکی علامت رو میزدید و به این علامت و این زومم بازی های که رو زدم که من بیار جنگنده وسایل نقلیه، ماشین، چوبی و این از اسلحه و زدم این برای تستش. صبر میکنیم تا وقتی وارد ماینکرافت شدیم و این روی 3 نقطه میزنیم تو اینجا. بله اسلحه ها اومدن. نارنجی که من دوباره برای تست این اسلحه میزنه. 2 بار اینو سیف کنید میزنه. حالا ماشین ها رو ببینید. این ماشین حالا ما بندازیم از ماشین سواش بشیم. راه هم میرسه. ببینید راه رفت و